یه سری مزایا و یه سری معایب داره. دو تا حسن بزرگ داره، هم زیبایی میده به اسکوتر شما، هم توی زمین خوردنهای با شدت کم از فلاپاتون محافظت میکنه. ولی عیب بزرگی هم که داره، زمانی که شدت زمین خوردن زیاد باشه، نه تنها محافظت نمیکنه بلکه سبب تخریب یه سری از قسمت‌ها هم میشه. آسیب میبینه اون قسمت‌ها. مثلا سمت چپ و این گاردی که برای محافظت از قسمت هواکش داره بسته میشه، زمانی که شدت زمین خوردن بالا باشه، این قسمت از پوسته که کمک روش بسته میشه باعث میشه که بشکنه و با توجه به اینکه این قسمت هم جوش نمیخوره و قابلیت جوش پذیری نداره، شما حتما باید دست به دامن شرکت بشید و یه پوسته جدید براتون بخرید با یه هزینه هنگفت، یا اینکه کما فی السابق یه سفر زیارتی سیاحتی به تایلند یا اندونزی داشته باشید. دوستانی که دارن گارد میبندن حتما این نکات رو مد نظرشون قرار بدهند.